سلام به همه شما دوستان و همسفرهای همیشگی خودم. امشب میخوام جام زهر منطقه‌ای عظما رو ببرم زیر ذره‌بین موشکافی و از تازه ترین چرخش مداری ذلیلانه آخوندا پرده برداری کنم. آقا این ممجواد زخیم یه معاون داره که اسمش امیر عبداللهیانه. این دیپلمات جونور حکومتی اخیراً حرفایی زده که از اون حرفاست. ما از روابط خوب با ریاض استقبال میکنیم و انتظار داریم عربستان در منطقه نقش سازنده ایفا کند و با اتخاذ سیاست‌های درست و سنجیده مانع گسترش جنگ، تقویت تروریسم و تشدید ناامنی در منطقه شود. تعجب نکنید، خودشه. میگه از روابط خوب با ریاض استقبال میکنید. دیگه خبری از فحش و فحشکشی به عربستان و آل سعود و این حرفا نیست. حالا این کیه؟ این همون کسیه که چند وقت پیش تا دلتون بخواد دود و دم میکرد و اولدارم بلدارم میکرد که آی ما هشدار میدیم و شناسنامه باطل میکنیم و این حرفا. معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه سکوت برخی کشورها در قبال استمرار تجاوز عربستان به یمن و ادامه محاصره انسانی مردم مظلوم این کشور را غیر قابل قبول دانست. حسین امیر عبداللهیان گفت تمرکز عربستان سعودی بر جنگ ضد یمن صرفاً کمک به تقویت رژیم صهیونیستی و گروه‌های تروریستی را سبب شده. به افزود تهران از گفتگوی یمنی در مکان مورد توافق همه گروه‌های داخلی حمایت می‌کند و هر گونه مداخله خارجی در این کشور را مردود می‌داند. وی با بیان اینکه امنیت یمن را امنیت منطقه و ایران می‌دانیم هشدار داد اجازه نخواهیم داد دیگران امنیت مشترک ما را با اقدامات ماجراجویانه به بازی بگیرند. خب حالا سوال موشکافی امشب اینه که راستی این چرخش مداری از کجا آب میخوره؟ آیا این طرف یه حرفی واسه خودش زده و رفته یا اینکه نه اون پشت مشتا یه خبراییه؟ اینجاست که موشکاف وارد صحنه میشه و ذره‌بین به دست میره سراغ عمود افقی نظام، یعنی علی گدا که یه روز دنبال خاکمالی کردن بینی عربستان بود. اینا قطعاً ضربه خواهند خورد، قطعاً بینی سعودی ها به خاک مالیده خواهد شد، بینی سعودی ها به خاک مالیده خواهد شد. همین علی گدا که همش دنبال بینی و این حرفا بود، به محض این که دید بینی خودش تحت فشاره و شاخشونه کشیدن واسه بینی بقیه فایده نداره، به ناگهان به شیوه امام دجالش سر و ته کرد و تو سخنرانیش به مناسبت عید مبعث راجع به عربستان اینطوری حرف زد. خب یمن ناامن شد، یمن میدان کشتار کودکان و زنان شد. این ناامنی نیست؟ کی این ناامنی را دارد پشتیبانی میکند؟ آمریکا. عامل متاسفانه کشورهای مسمای به مسلمانند، کشورهای منطقه‌اند، اما اینا فریب خوردن. پشتیبان اوست، طراح اوست. دیدید؟ دیگه صحبت از بینی و خاک و این حرفا نیست. میگه کشورهای عربی فریب خوردن، یعنی خودشون تقصیر ندارن. یعنی خلاصش این که بینی و این حرفا رو بیخیال. خب علی گدا که این باشه دیگه تکلیف کوسه روشنه دیگه. اون اولا که طوفان تازه راه افتاده بود هم اکبر کوسه هم دنبش تو کار شاخشونه کشیدن واسه عربستان بودن، یادتونه؟ کشوری که همیشه با دلار کاراشو انجام میداده، حالا که آمده عوض کنه فرمون رو، به جای دلار خیلی راه‌های زیادی داره برای نفوذ در جامعه. بمب انتخاب کرده، فکر کرده با بمب نشون داده میشه که این کشور قدرتمندیه. فکر میکنه با بمب او میتونه در منطقه تأثیر بگذاره، فکر میکنه با بمب میتونه به اهدافش در منطقه برسه. حالا خب اما حالا بشنوید از اکبر کوسه که کارش از چرخش مداری و این حرفا گذشته.
این یکی دیگه جام زهر منطقه‌ای رو بلند کرده و فقط مونده بگه به سلامتی عربستان. هاشمی به شرایط بحرانی و کشت و کشتار هر روزه در کشورهای منطقه به خصوص یمن، سوریه، عراق، مصر، لبنان، فلسطین، بحرین، افغانستان و پاکستان اشاره و تصریح کرد در این موقعیت مسئولیت بزرگی به گردن ماست که باید ضمن حفظ اقتدار و امنیت کشور از راه برادری و برابری بر اوضاع منطقه تأثیر بگذاریم. راستی چی شد که کار از آی عربستان وای عربستان به صحبت از روابط خوب با ریاض و برادری و برابری رسید؟ این تیکه از حرفای وزیر خارجه عربستان رو گوش کنید، شاید یک کمک موشکافانه‌ای به ما بکنه. ومن جانبه شدد الجبیر على ان ایران عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان: رژیم ایران تنها کشوری است که در امور منطقه و لبنان، سوریه، عراق، یمن و سایر مناطق دخالت می‌کند. ما اقدامات آشوبگرانه و منفی را که رژیم ایران مرتکب می‌شود محکوم می‌کنیم. همچنین پشتیبانی رژیم ایران از تروریسم را محکوم می‌کنیم. در برابر دخالت‌های رژیم ایران در امور منطقه ساکت نخواهیم نشست و دست روی دست نخواهیم گذاشت. بله، طبق معمول وقتی صفحه میچرخه با آخوندا میفهمن که زمین سفته، رنگ عوض میکنن و خودشونو به موشمردگی میزنن، مثل همون سگه که وقتی سنگو بلند کنی دومشو میذاره رو کولش و ده فرار. حالا هم آخوندا همون آخوندان بازم دنبال آتیش سوزوندن تو این کشور و اون کشورن، هم سنبه پرزور و چرخش اوضاع امامه اونا رو هم به چرخش در آورده. این چرخش بعد چرخشیه، یعنی ظاهرش چرخشه باطنش دلپیچه است. خودتون دیگه تا آخرش موشکافی کنید. با آقای موشکار